بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام توصیه هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوصیک به 5 به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. ان ظلمت فلا تظلم، اگر مورد ستم واقع شدی تو هرگز ستم نکن. اگر در پست کسی، اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش، برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. و ان مدحت فلا تفرح، از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه. کاربران اینجا همون مردمی هستن که در کوچه و خیابون از کنار ما میگذرن و با اونها تعامل داریم. اونها همیشه از ما تعریف نمی کنن، لذا از تعریف و تمجید امروزشون در کامنت ها و پست ها خیلی خوشحال نشو. و ان ضممت فلا تجزع، و اگر نکوهشت کنند بیتابی نکن. خدا